بین این عکس‌ها فاصله طولانی نیست. همگی 5 سال پیش خرسنوی را به اصطلاح معروف به خانه بخت گسیل کردند، بخبر از آن که با دست خود نه به خانه بخت بلکه به خانه مرگ گسیلش میکنند. خرسنوی همگی 17 سال داشت که شفر کرد و همگی 22 سال و 2 فرزند داشت که از گلزار حیات هنوز گل نوچیده به زندگی پدرود گفت. فرزندان خرسنوی دولتبیک 4.5 و دلیرجان 3 سال دارند و هنوز صرفم نمیروند که به خانه آخرت گسیل کردن مادرشان چی معنا دارد. این دو طفل معصوم که در مزار خرسنوی جوانمرگ گل شنوندند با شفق و هوس نقل میکنند که در خانه ایم گل شنوندیم، خوشرو کردیم خانهاش را. آنها امیدوارند که ایشان را از این گلشنونی آنها خوشش میآید و او از خانهاش به دیدن آنها بیرون خواهد آمد. این دو طفل بیچاره از کجا میدانند که از آن خانه‌ای که مادر آنها رفت دیگر بر نمیگردند؟ همه بردند آرزو به خاک دیگر چه آرزو دارد؟ دادگاه شهر پنجکین در پایان ماه نوامبر سال 2021 ساکن دهه نور زندگی جماعت سرز موردین جباروف را بر اساس ماده 104 و 117 کودکس جنایتی تاجیکستان در آدمکشی و عذاب و عقوبت گناهکار دانسته به 14 سال زندان محکوم کرد و بلافاصله بر اساس قانون عفو 1 سال از حکم او را کم کرد. موردین جباروف را به این ترتیب برای قتل همسرش خرسنوی 13 سال را پشت پنجره سپری خواهد کرد و اما جزای از این دیده سخته را 2 فرزند آنها خواهند کشید که با عیب پدر بیرحم که از سر رشک رشته عمر همسر جوانش را برید. این 2 طفل بیگناه در چنین آوان که دوران شیرین‌ترین کودکی آنها باید میشد یک باره از مهر هم پدر و هم مادر محروم و در بدر و خوارزار شدند. خرسنوی و 2 خواهر کلانی او را مادرشان سر تنها بانان پرعذاب مهاجرت در روسیه به وای رساند. مادر 2 دختر کلانیش را در کالج طبی هم خواند و میخواست که خرسنوی هم تحصیلش را ادامه دهد، ولی خرسنوی بعد ختم مکتب از ادامه تحصیل دست کشید. اگر شما با پول به عذاب در مهاجرت میفته اتان خواندنی باشید، خوبش من تحصیل نمیکنم و شما کمتر زیادتر پیشمان باشید، گفته است او به مادرش و مادرش او را برابر ختم مکتب به موردین جباروف به شفر داد. یک مدت زندگیشان ظاهرا خوب بود و صاحب 2 فرزند هم شدند. دولتبیک ماه ایون سال 2017 به دنیا آمد و دلیرجان ماه فوریه سال 2019. ولی بعد بین موردین و خرسنوی فصل عشق به پایان آمد و فصل جنگ و جنجال سر شد. دوره آمد که حافظ بزرگوار چنین تصویرش کرده است: یاری اندر کسی نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ ریشه این همه غربت و اختلافی که جای عشق را در این عائله جوان گرفت و گفته خویش و تبار و همسایه ها رشک بوده است. موردین همسرش را حتی به سایه خودش رشک میکرد. خرسنوی چندین دفعه قهر کرده رفت و هر دفعه میگفت که تمام جدا میشویم، ولی هر دفعه این اندیشه رایج در جامعه ما که جدا میشویم مردم چی میگوید او را از این تصمیم باز میداشت و او برمیگشت و میرفت به خانه شفر، به خانه‌ای که پر از غربت شده بود و فضای بغرنجش تو رفت امکان یک نفس آزاد کشیدن را برای خرسنوی کمتر و کمتر میکرد. تنها چیزی که او را در این اسارت نگاه میداشت 2 فرزندش بود. روز 1 سپتامبر خرسنوی قهر کرد، به خانه عمکش آمد و به همه گفت دیگر به جانم رسیدن، تمام جدا میشویم. ولی موردین چی خیل کرد که او را همان روز باز به خانه‌اش برگرداند. میگویند قسم دنیا خورده است و خرسنوی هم بار دیگر باور کرده به خاطر 2 فرزندش با او رفته است. ای کاش که نمیماندیمش. میگویند امروز با علم خویش و تبار خرسنوی جوانمرگ. دوام حادثه را از نوار خبرهای وزارت کارهای داخله میخوانیم. مرد 28 ساله ساکن جماعت دهات سرزم شهر پنجکین که پیش با قسم 1 ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده 3 سپتامبر سال 2021 تخمینه ساعت 18:00 در خانه استقامتیش بنابر سبب رشک با همسرش جوانزن 22 ساله ساکن همانجا مناقشه کرده با استفاده از رویمال زنانه گلوی آخرین را بوغی کرده به هلاکت رسانیده است. بعداً گمانبر شونده با مقصد رویپوش نمودن جنایت صادر کردهش جسد همسرش را با ارغمچین در بالای آغلخانه حوله استقامتیش به دار آویخته حالت مذکور را همچون خودکشی وانمود کرده. اوید به این حادثه والدین و دیگر شخصان را
خبردار کرده است. در اصل این حادثه صبح بر وقت 2 سپتامبر روی داده است و وقتی که موردین خویش و تبار خرسنوی را خبر میکند که او خودکشی کرد، آنها با نظر داشت آن همه جنگ و جنجالی که بین آنها بود به فرضیه خودکشی باور نمیکنند و طلب میکنند که تشخیص شود. تشخیص طبی و سودی نشان داد که گمان آنها بی اساس نبوده است. اکسپرتیز به خلاصه رسید که خرسنوی نه به علت بدان آویختند بلکه در نتیجه بوغی کردن با مرگ مجبوری ترک این دنیا کرده است. در سندها گفته می شود که محردین جباروف در طول 5-10 دقیقه با بند گلوی همسرش را بوغی کرده است و او نفس تنگ شده جان داده است. هر سال دهها زن در تاجیکستان قربان رشک‌های در اکثر موارد بی اساس شوهرانش می شوند. برخی از این زنها آنچنان به جانش می رسند که خود قصد جان خود می کنند. برخی به مثل خرسنوی نامراد از دست شوهران جاهل کشته می شوند. در جریان تفتیشات موردین پای فشاری میکرد که همسرش را از رشک کشته است. تفتیشات این ادعا را هم سنجید چون که در صورت اساس داشتن گمانهای بد موردین این میتوانست برایش همچون حالت سبک کننده خدمت کند. یعنی خلاصه تفتیشات میتوانست چنین شود که او در حالت هیجان دست به چنین کار زده است، ولی بعد سنجیدن همه دعواهای موردین تفتیشات به خلاصه آمد که رشک او به خرسنوی یگان اساس نداشته است و او همسرش را بیگناه قربان کرده است. این خلاصه تفتیشات به آتش علم نزدیکان دختر جوان مرگ شده روغن باسم بیشتر ریخت. آنها میگویند موردین اکنون 13 سال ششته باز به آزادی میبراید. شاید در بین به عفو افتاده حتی بر وقتتر به آزادی برسد، ولی وای جان خرسنوی که از این دنیای پرارمان رفت و دیگر بر نمیگردد و آن هم برای یک رشک بی اساس شوهر جاهل. در این بین فقط دولت بیک و دلیر جانم که با سعی و کوشش تمام گلهای روی مزار مادرشان را نگاهبین میکنند و مطمئنند که اگر بهار آمد و این گلها سبزیدند و نشو و نما کردند، هیجان آنها هم از خانه غرق گلش به پیش آنها میبراید. امید چقدر زیبا و آرزوی چقدر شیرین، ولی صد عیب که دیگر اجرا نشدنی.